چطور دعاها قبول نمیشه؟ باز میگن حضرت سعد بن ابی وقاص آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و آله گفت یا رسول الله برام یه عملی یاد بده که من مستجاب الدعوه بشم. گفت آی سعد امروز ما میشینیم دعای ما قبول نمیشه. تو را به الله قسم خانیت از چی؟ زمین خصمی یا پول رشوت آوردی خریدی یا پول امریکایا غلامی کردی از او به دست آوردی؟ خود بودی اولاد و نبیره و نواسه و کواسیت هم به می غذای حرام تغذیه کردی. رزق و روزی تو حلال کن به خدایی که من محمد را به رسالت فرستاد. اگر یک لقمه حرام تو گوشت و پوست و خونت بره تا 40 شبان روز هیچ دعایی از تو قبول نخواهد شد، هیچ عبادتی از تو قبول نخواهد شد. حالا ما ماشاءالله مجسمه حرامیم در راه میره رو زمین، دل ما خوشه. رسول خدا میگه بعضی آقایون در مسافرت میرن شنیدن که تو سفر دعا قبول میشه، هیئت جولیده گرد و غبار، میگه پروردگارا چرا دعا قبول نمیشه؟ خدا میگه این مطعمش حرام، خوراکش حرام، پوشاکش حرام، پوشیدنیش حرام، نوشیدنیش حرام، همه چیز حرام، مجسمه حرامه. شما بگید ما چطور دعا اینو اجابت کنیم؟ واقعیت نیست. چطور بسیار زیاد دعا میکنیم و زیاد دعا کردیم، چرا دعای ما قبول نمیشه؟ پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم زیبا ارشاد میفرماید مروا بالمعروف، و کارای شایسته و زیبا امر بکنید، و عن المنکر، زشت منع بکنید، قبل ان تدعوا فلا یستجاب لكم، قبل از اینکه تو یک روز سرتان برسد که شما دعا میکنید و دعایتان قبول نشود. مال حلال جمع نمیشود. آدم که تا دروغ نگه تو بازار نمیتونه کاسبی بکنه. خدا دعا رو قبول میکنه به شرطی که ما عجله نکنیم. اگر خیر ما در اون خواسته بود که طلبیدید درجا بد میده. ادب در دعا چیه؟ ادب در دعا این که دعا بکنید بعد بگی خدایا باز هم میگم من این خواستم هست، نیاز دارم، ولی اگر میدونی که صلاح دین و دنیا و آخرت من در اونه به من بده. اگر خودت میدونی در علم غیب که صلاح دین من در اون نیست، دنیامو نمیخوام، از من دور بگردم. این ادب دعاست. اگه از یه بچه 5-6 ساله بپرسی که بزرگترین آرزو چیه؟ چی بهت؟ آرزوم اینه که یه شکلات بزرگ بخرم با چیپس، با پفک، با نوشابه. خرید یه شکلات بزرگ، چیپس، پفک، نوشابه برای بابای این بچه چقدر خرج برمیداره؟ هیچی. اما شاید هفته ای یا ماهی یه شکلات براش بخره به خاطر محبتش نسبت به فرزندش، به خاطر اینکه میدونه این شکلات که همه زندگی اینه براش ضرر داره. ولی تو بیا از صبح تا شب به این بچه توضیح بده که ضرر داره، مگه درک میکنه؟ شما وقتی که مریض هستید پیش یک دکتر میرین، دکتر برات میگه که ما برات نسخه میدم، ما برات وقایه میدم، ما از این چیزا تو را پرهیز میکنم، این کارا بکن این کارا نکن. گپ دکتر قبول میکنی نمی؟ حالا چرا نسخه که الله برات تو قرآن فرستاده و برات میگه که و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب، حتی از اینجا علمایی که در عقیده میفهمن و در قرآن تفکر میکنن میگه سعی کنید شما مسلمان ها در اینجا میگم این سوالایی که در قرآن عظیم الشان است که مربوط به عقیده نیست، برای پیغمبر میگه تو برشان بگو. و یسألونک عن المحیط، برای پیغمبر چی میگه؟ قل هو اذن فاعتزلوا النساء. و یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربک. و یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس. در اینجا چرا قل نگفت؟ حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برش گفت که ای پیغمبر خدا اذا سألک، وقتی که تو را سوال کرد ای رسول الله صلی الله علیه و سلم عبادی عنی، بنده های من در مورد من، فانی قریب، نگفت که قل تو برش بگو. الله مباشرتا بر بنده خود میگه که من به بنده خود قریب هستم. اجیب دعوت الداع، من اجابت میکنم دعای دعا کننده را. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی یقینا که ما تو پیغمبر نه، تو ملک نه، فانی قریب، ما قریب هستم به بنده خود، اجیب و ما اجابت میکنم. اجیب و دعوت الداع، حتی در بسیاری جایی که قرآن عظیم الشان وقتی که عظمت خدا میگه صیغه جمع را استعمال میکنن. نحن نزلنا القرآن
انا نحن نزل، لكن در اینجا صیغه مفرد متکلم استعمال کرده به خاطر که در هم در نظر یک کس یک چیز نگفته که نجیبو، اوجیبو انا. ملائکه یا داخل نمیشن، کس را چیز نکنه. اسلوب عظمت همینجا در کار نمیاد، به خاطر اینکه مسئله عقیده است، برای مردم کدام مشکل بود. بعد میاد میگه که شنیدید خودتونا خدا نمیدونه به که پول بده. شنیدید یا نشنیدید؟ به یک شرابخواری که نماز نمیخونه پول داده. همسایه مسجد 5 وقت تو مسجد بازم فقیره. یعنی خدا نمیدونه؟ خدا خوبم میدونه. تو حوصله نداری، تو صبر نداری، تو طاقت نداری. حالت دوم اجابت دعا، خدا اون چیزی که خواستی بهت نمیده، اما یه بلایی که از بیخ گوشت میخواد رد بشه، میخواد تو پیشونیت بخوره، با همون دعا که کردی بلا ازت دور میکنه. 3 حالت داره. اگر خیرت درش بهت میده، اگر خیرت درش نیست که بهت بده، یه بلایی ازت دور میکنه. خیلی وقتا بلا از بیخ گوشمون آمده، فاصله من و تو با مرگ 1 ثانیه بوده، 1 ساعت بوده، خدا چرخونده، خودت هم فهمیدی که یک کار خیری کردی، یه دعای خیری در گذشته کردید. حالت سوم، اگر در دنیا بهت نداد، بلا هم ازت دور نکرد، روز قیامت خدا نتیجه اون دعا رو برات ذخیره میکنه. روز قیامت که رفتی خدا میگه این مال توست، این مال توست، این مال توست. خدایا من که این کم کار خیر نکردم، میگه یادت فلان روز دعا کردید، من صلاح ندونستم در دنیا بهت بدم، برات ذخیره کردم که روز قیامت که میای چشمت روشن بشه. اینا همش نتیجه دعای خودت، مال خودته. مبارکت باد. حالت سوم توسل به دعای انسان صالح در حیاتش. معنیش چیه؟ یعنی کسی سر قبر کسی نره دست دراز بکنه. اگر سر قبر مرده رفتید، حتی پیغمبرم باشه، دست دراز کردی پیغمبر بده، شفا بده، مشکل حل بکن، این شرکه. توسل به دعای شخص صالح در حیاتش زمانی که زنده هست. اونهایی که آدرس میدن فلانجا دعا مینویسن، فلانجا هیکل میبندن، فلانجا نمیدونم قند باد میزنن، فلانجا گل باد میزنن، گل به خورد مردم میدن. یعنی اسلام و عقیده اینطور پوشالی شده که گل باد بزنن بخورید. 3 چیز باید از خدا طلبید. از غیر خدا طلبیدن شرکه. و 3 کار را باید به خاطر خدا انجام داد. به خاطر غیر خدا انجام دادن هم شرکه. و هر کسی با شرک از دنیا بره بخشوده نمیشه. هدایت رو باید از خدا طلبید. هدایت منظور هدایت توفیقی ها که دل بچرخه. هدایت ارشادی باید معلم راهنمایی بکنه. وظیفه پیامبران هدایت ارشادی و راهنمایی است. چرخاندن دلها هدایت توفیقی و اصلی دست خداست. اگر هدایت چرخاندن دل دست پیامبران بود، حضرت نوح علیه السلام پسرش رو هدایت میکرد، حضرت ابراهیم پدرش، حضرت رسول صلی الله علیه و آله عموش و زن عموش. دوم، شفا باید از خدا طلبید. پیش سید رفتن و هیکل کردن و نمیدونم بچه‌مو شفا بده و برید که فلان جا شفا میدن و مریض شدید باید دکتر برید. هدایت از خدا، شفا از خدا، فرزندم از خدا. این 3 تا باید از خدا طلبید. غیر خدا نمیده. 7 بار سوره هم بخون، یه فوتم بده، تمام شد رفت. بچه سرش درد میکنه، تب کرده، اگر دعا و دکتر جواب نداد، انسان صالحی براش دعا بکنه. رفتی تو مسجد به مردم بگو دعا بکنید. پیرمرد حلال خوری صف اول نشسته، از زمانی که یاد میدید قبل از اذان تو مسجد بوده. آدم صاف و ساده، در گوشش بگو بابا برای من دعا کن. بدون بسته دعا میکنه، بدون بسته، بدون پاکت سربسته. میدونی پاکت سربسته یعنی چی؟ بدون گونه برنج دعا میکنه، بدون حلب روغن، چرب. همونجا دستش بلند میکنه، اشکش هم جاری میشه. خودت هم احساس آرامش میکنید. حالا هر کسی دعا میکنه. در تمام ادیان دعا هست. اون دو پیش بت خود دعا میکنه. یهودی میره در پشت همون یک دیوار از به نام حائط المبکا، یک دیوار داره به نام دیوار گریان. اونم اونجا میره خود شورک میتنی قسمی یهودیا که مسلمانان نباید در وادی قرآن خواندن قسمی خدا شور بدن. عبادت یهودیا. این فکر دان باش. در ما هم دعای خود داره. پس مسلمان باید دعایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میکرد و صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب از جمله شرایطی که باید در آداب وجود داشته باشه، اول این است که انسانی که دعا میکنه به 4 صفت الله ایمان داشته باشه. در مقابل چشم کسی که دعا میکنه، مشکل داری، سختی داری، از مشکلات دنیایی میترسی، از مشکلات اخروی میترسی، 4 صفت الله را در مقابل چشمت قرار بدی، دعای تو قبول میشه. این 4 صفت کدام است؟ اول باید عقیده داشته باشی که الله رحمان است و رحیم است و مجیب است و قریب است. ما دعا میکنم، کیست بر من مهربان؟ مادرم، پدرم. رحمان و رحیم کی است؟ نه مادرم رحمان رحیمی صفت داره، نه پدرم داره، نه اولیاء داره، نه پیغمبرا داره، نه صحابه داره. هیچ کس صفت الرحمن الرحیم نداره، صفت مجیب نداره. هیچ کس، هیچ مخلوق. و به ما از هر کس کرده نزدیکتر است. و نحن لاقرب الیه من حبل الورید. از شاره گردن که بر ما چی است؟ پس او ذاتی که رحمان است و او ذاتی که رحیم است، او ذاتی که قریب است
و او ذاتی که مجیب است. اما یجیب المضطر اذا دعا، که انسانی که در حالت سختی و مشکلات در حالت اضطراری قرار داره کی او را اجابت میکنه؟ الله هست. چرا دست خدا به مخلوق بلند میکنه؟ از این 4 صفت خبر نه، چون درش 24 ساعت در گوشش گفته شده که فلانی شخص تو است، فلانی شخص تو بزرگ است، فلانی شخص در خوت می، فلانی شخص در جای به علی جن داره، علی پری داره، علی دیو است، علی فلان است. پس عظمت شخص در قلب ازی مخلوق جای گیره. دعایت قبول شوه، عظمت خالق در قلبت جای بتی. باز بغیر از یا الله به دیگه طرف رجوع نمیکنی. هیچ پیغمبری نیست که در دعاش بغیر از نام الله نام کسی دیگه بوده باشه. بفرمایید قرآن عظیم الشان بخیر. من گفتم از قرآن گپ میزنم، من از فلسفه و فیلسوف احمد محمود گپ نمیزنم. پیغمبرای الله ربنا، این قصه پیغمبرا بر از این است که ما قصه را بخوانیم و فقط تیر شیم. نه، گفته از قصه پیغمبر عقیده تا بگی. پدر یحیی علیه السلام چی نام داشت؟ زکریا. دعایش چی بود؟ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس. گفت پروردگار استخوانایم چی شده؟ پوده شد و مویای سرم سرسفید شده. ولم اکن بدعائک رب شقیا. باز بر الله تعهد خدا می پروردگار ببین ما هیچ وقت با کدام قبرستان و پیش زیارت و پیش کدام بت پیش مخلوق نرفتیم. در قسمت دعای تو پروردگارا ما شقی نبودیم. فقط به بارگاه تو فهبلی من لدنک، پروردگارا از بارگاه خودت بر من فرزند بگیر. الله باز در جوابش چی؟ انا نبشرک بغلام اسمه یحیی. حالا ما دعا را از زکریا علیه السلام که پیغمبر معصوم الله هست از او یاد بگیریم یا بیاییم از دولکی بابا یاد بگیریم؟ اگر عقیده به قرآن داریم، قرآن بر ما مثال میده و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نمیگه که اللهم انی اسألک باسمائک الحسنى. از 99 نام الله چی بدی دیدیم که به مخلوق میریم؟ آیا تو الله را با 99 نامش ربطی دعا کردی که الهی تو رحمان هستی، الهی تو رحیم هستی، الهی تو غفور هستی، الهی تو غفار هستی، الهی تو تواب هستی، الهی تو سمیع هستی، الهی تو مجیب هستی، الهی تو قریب هستی. ما با بنده عاجز دست مشکل من گفتیم این قسم دعا. پس اینا کسایی دعایشان قبول نمیشه و چرا دعایشان قبول نمیشه؟ در شرک هم مبتلا میشه به خاطری که الدعاء هو العباد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که دعا چی است؟ عبادت است و حدیث